حالا دوستی میگفت توی تاکسی نشستم، گفتم آقا خاورمیانه چه خبر؟ خودمو لوس کردم، گفت پیاده شو ببینم. گفتم چی شد آقا؟ گفت تاکسی سبزا فقط ورزشی سیاسی میخوای اون زردا، اونا رو سوار شد. اینا حتی دسته‌بندی کردن. و تاکسی ها امروزها علیرغم همه مشکلات بعضا مرامیان، خدا خیرشون بده. دوستی میگفت گفتم آقا کرایه‌تون چقدر شد؟ هر چقدر مرامته. منم دست کردم جیبم یه 500 تومانی بهش دادم، گفت توف تو مرامت که تو معرفت نزده اصلا. همونطور که مستحضر هستید راننده های تاکسی بعضا راننده تاکسی صرف نیستن، این بزرگواران بزرگترین مفسران و تحلیلگران سیاسی هستن. شما فکرشو بکن، خود من تاکسی سوار بودم، کرایم شد 2000 تومان، 5000 تومانی دادم، باقی پولمو نداشت بهم بده، گفت بشین باقیشو از تحولات یمن برات بگم. فول و انقدر زیبا، گفت من در اخبار انقدر دقیق نشنیده بودم، اینا از کجا انقدر اطلاعات بسیار